بله سلام. بگو کار تو. افتادم یهو یاد تو. بقیه چی داری میگی؟ دیو کامی هم من میدونم کامی خوشگله مگه نیستی؟ آها آقا حامد، همون لاته که ریشش رو رنگ میکنه و تو میکشه بعد از اون فیلتر استاش و سئول آرتا میذاره. لب و دهن نباش کامی، لفظ بازی نکن. من دل رئوفی دارم، میتونی همین الان معذرت خواهی کنی. میدونی که معذرت خواهی کردن دومین کار قشنگیه که میتونی با لب و دهنت انجام بدی. ببین لاد بودن به ریش و سیبیل نیست، لاد بودن جیگر میخواد نه زبون. تختی سیبیل نداشت، رستم لقب نداشت. شاخ بشی میام تزریقاتی محلتون میشم آمشتی تو نصف منی. ببین هواپیمای جنگنده هم نصف هواپیمای مسافربریه. ظرافه 4 متره ولی شیر سلطان جنگله. فهمیدی؟ قد بلندت فقط به درد تمیز کردن کابینت ها میخوره. بابا تو که هیچی، من کسایی رو زدم که جورابشون واسه تو چتر نجات بوده. تو کل کردن با منم 80% لذت رو تو میبری ها. یعنی چی؟ یعنی بیشتر تو داری فالوور میگیری. اینجوریه؟ پس بذار یه لفظ تریدی برات رو کنم. ببین تو هم قافیه مفتولی. هم قافیه‌اش چی میشه من نفهمیدم. هیچی، مقتول رو گفتم. آره ببین راستی سوال، تو چرا همیشه دمپایی پاته؟ آخه کامی جون سوسکو با دمپایی میکشن قربونت برم. ببین تو با نوخوش هیچ فرقی نداری، چون جفتتونم از زمین برداری باید پوست کنی بذاری رو تاقچه. تو لفظی، تو صوتی و تصویر نداری. مجازی بازی رو بذار کنار، قرار دعوا بذار بیا سر قرار دعوا. آخ چون قرار دعوا بذار بیام پشماقه رو صورتتو بخورم. ببین قرار دعوا گذاشتم با تو مثل کافی شاپ رفتنه واسه من. فقط تنها نه یا با بچه محلاتون بیا باشه. تو مال این مراسم نیستی که من با بچه محلام بخوام بیام، با داشیام میام که یکم سرگرم شی. ببین اون بچه خوشگله که بالا خوداره، عقاب همیشه تنهاست. من ارتش تک نفرم. تو دعوام چه یه نفر باشی چه 100 نفر باشی به حال من فرق نمیکنه. من بالاخا نرم، همشون داشیامن. حالا مطمئنی واسه فرقی نره؟ دوکو بفرست. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم. اوه شت من. ای بچه خوشگل، حرف و عملت یکی در نیومد دیگر. پشت گوشی یه زرت و پرتای دیگه میکردی ها. خب من پشت گوشی هم همینو گفتم قربونت برم. گفتم تو دعوا چه یه نفر باشی چه 100 نفر برای من فرقی نداره، چون من در هر صورت فرار میکنم.